سوال دیگر: آیا حضرت موسی علیه السلام حضرت عزرائیل را زدگی هست؟ این را ما از یک ملا شنیدیم. برادران عزیز و گرامی، اینجا در دست من یک کتاب احادیث های قدسی، من در اینجا این سوال شما را دریافت کردم. خب در همه کتاب های معتبر ما و شما برادران عزیز این حدیث چی در کتاب های بخاری هم آمده است که عن ابی هریره رضی الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فرجع الى ربي فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. برادران من معنا کرده بریم. از حضرت ابو هریره میگه روایت است که پیامبر ما گفتند ملک الموت نزد موسی آمد. وقتی نزد موسی آمد و او را از مرگ آگاهی کرد. ولی در اینجا بعضی سخنها آمده است در شرح‌ها اینها که انا به صورت اینجا در حاضر میگد که ملک الموت در چهره آدمی نزد موسی آمد. ولی میگد سبب زدنشم به خاطر این بود که موسی نشناخت که این ملک الموت است و به صورت آدمی پیش موسی آمد. برخی میگویند که حضرت موسی ملک الموت را نشناخت، بلکه چنین گمان کرد که او انسان هست که بر سر راه او آمد و قصد اذیت او را دارد. فکر کرد که وقتی پیش راهش گرفت، فکر کرد که موسی که این مرا یگان نیت آزار دادن دارد، نیت زدن دارد، نیت یگان آسیب رساندن دارد. شاید یگان از دشمنهای خودش تصورش کرد و او در دفاع از خود بر صورت او زد. برای آنه که مقصد خودش دفاع کنه. اصلا به سر پیامبرا همش میدانستند که دشمنای پیامبرا زیاد بودن، هر زمان به سر اونها هجوم میکردن، میزدن، اینها هم میزدن. حضرت موسی هم گمانش همین بود که یگان فرزند آدم است و دشمنی از دشمنای من است و مرا مقصد نیت نابود کردن دارد. حضرت دفاع کرد از خودش، زد میگه ملک الموت. زیرا وقتی که ملک الموت بار دوم نزد موسی آمد، موسی با او این گونه رفتار نکرد، بلکه رفتار شایسته کرد. بعد وقتی که بینیم که میگه انا وقتی آمد و موسی او را زد، نزد پروردگار رفت، گفت ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت. پروردگارا تو مرا پیش یک بنده روان کردی که وای مردن نمیخواهد. قال ارجع الیه. الله مهربان میگه چشمی میگه با همو وقت زد میگه چشمی میگه ملک الموت میگه از کاسخانه بیرون برآمد. الله مهربان میگه باز چشم موسی را میگه به جای خودش برقرار کرد و گفتش که بار دیگر بره. ارجع الیه فقل له یضع یده علی متن ثور فله بما غطت یده بكل شعرة سنه. گو برا پیش موسی و خودت معرفی که
من عزرائیلم، من ملائکه موتم، ملک الموتم، من برای قبض روح تو آمدم. خود اول گفت شناس که، بعد از آن گفت بگو که دست در بالای همون پشم برزگاو بمان و چی مقدار پشم در زیر دستت آمد به مقدار هر یک همون تار موی همون برزگاو، اگر در زیر دستت 1000 اگر تار موی هم که آمد به تار هر کدامش 1 ساله عمرت میتون. گفت همین را بگوش. قال ای ربی ثم ماذا؟ بعد گفت خب اینش گفت بسیار نیک، لیکن بعد اینه که 1000 سال عمرم دادی، بعد با چی میشه و حالم؟ قال ثم الموت. بعد گفت بعد این باز ملک الموت با سراغت روان میکنم و جان تا میگیره. خلاص الله مهربان میگه کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. در این دنیا هیچ کس نمیمونه به جز ذات پروردگار. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود، به جز خدا هیچ که نمیمانه. گفت بعد این گفت باز مرگ به سراغت می آید. قال فالآن. بعد گفت که مادام این باشد من تیارم، جانا بگیر. گفت یعنی بعدن چیکار کرد؟ یعنی جناب ملک الموت جان حضرت موسی را گرفت. یعنی زدن حضرت موسی البته این با حدیث ثابته، با خبر صحیح که تمام کتاب های ما و شما ای را روایت میکند و زدنش هم علت چه میگد که خاطر چی بود؟ خاطر این بود که نشناخت که این ملک الموت است. زیرا بار دویم وقتی آمد خودش شناس کرد و وقتی با او گفتگو کرد، موسی با او بسیار با یک آداب بلند با او صحبت کرد و جان با او تسلیم کرد. الله مهربان حفظتان کنه.